امروز چرا زندگی ها بیرونه؟ چرا بدبخت و بیچاره ایم؟ چرا اینقدر هر روز داریم تلاش میکنیم به جای اینکه یک قدم جلو بریم 40 قدم عقب برمیگردیم؟ چون هیچ کس در تلاش این نیست که به بندگان خدا و به حمله خودش یاری کند، بلکه همه دنبال اینن که از دیگران بخورن. خودروساز سعی میکنه بخوره، خودروی کم کیفیت بی کیفیت وسایلشو بدزده، یک خودروی بی کیفیتی رو با قیمت یک خودروی عالی به مردم بفروشد. خب خبر نداره با همین پول باید بره سوپرمارکت شیر و قلابی باید بخره بیاره خونه، اون لبنیاتی باید بره برنج پلاستیک بخره بیاره، اون برنج فروش باید بره میوه کرم زده و آفت زده بخره بیاره. 2 مرتبه همینطور دور تسلسل وجود داره. هر کس فکر میکنه سر دیگری کلاه میذاره، خبر نداره که 2 مرتبه همین آفت به خودش برمیگرده. اون خودروساز بچهش مریض میشه، باید بره دکتر، پزشک اونجا یا پزشک قلابیه یا پزشک مدرکشو از سر چهارراه و سر گذر خریده آورده، و یا اگرم پزشک عالی باشه داروخونه باز داروی قلابی بهش میده. یادم از حدیث حضرت علی کرم الله وجهه آمد، چقدر زیبا، چقدر قشنگ بودن جملات بزرگان. میخواستم برن نماز، اسبشونو دادن دست یک بنده خدایی، گفت اینو نگهدار افسارشو تا من برن نماز بخونم بیام. رفت نماز گذارد، وقتی اومد دید آقاه نیست، افسار رو هم برداشته و رفته. حضرت علی از قبل 2 درهم آماده کرده بود که به عنوان شیرینی بهش بده، به عنوان اینکه این کاری کرده یه دستمزد، یه شیرینی، یه انعام بگله امروزیا. 2 درهم. وقتی اومد دید نیست، افساره رو برداشته و رفته. حضرت علی کرم الله وجهه رفتن بازار دنبال افسار، رفتن همون افسار رو از یه مغازه خریدن 2 مرتبه به 2 درهم. گفت اینو به چند درهم خریدین؟ گفت یه آقای اومده به 2 درهم به من فروخته. گفت این 2 درهم. بعد یه جمله گفت 2 درهمی که میخواستم حلال بهش بدم خودش برای خودش حرام کرد. آیا آقای خودروساز فکر میکنی نور تو داری حرام میکنی؟ آیا آقای برنج فروش، آیا آقای سوپرمارکت، آیا کشاورز، آیا دامدار، آیا پزشک، آیا دارو فروش، آیا خیاط، آیا تاجر، آیا برادر مسلمان، آیا انسان دارای هر دین و کیش و آیینی که هستی، به خدا بی برکتی از اینجاست. ما به همدیگر کمک نمی کنیم، الله هم امداد و کمک خودش رو از روی ما برداشته است، ما را به خودمان رها کرده است. خود الله میفرماید و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون. الله، خدا میگه ما بینا ظلم نکردیم، ما بینا کاری نداریم، خودشون به سر خودشون دارن کلاه میذارن، خودشون دارن در حق خودشون ظلم میکنن.